گایز، خوش اومدید به ویدیوی امروز. خب امروز اومدیم که پارت دوم سری تراریای ابدرم را برگزار کنیم. خب بذار به نظرم بهتره بریم یه ذره لوت کنیم، ولی قبلش ما باید چیکار کنیم؟ آفرین، ما باید اولین آپارتمان خود را بسازیم برای آمدن NPC های بازی، که برای همین ما به چوب نیاز داریم. بله، نمیدونم چرا دارم چوب میکنم وقتی 300 تا دارم، ولی خب میریم جلو تا بیایم درست کنیم. خب میپریم بالا. ببین وقتی میخواد آپارتمان بسازید بر اساس رو همون آپارتمان اول رو خونه گاید اول بازی بسازید. بله، که شما میتونید براش در بذارین یا نذارین، فرقی نمیکنه. من که نمیذارم، به جاش از این پایا میذارم که راحت ترم است و غیر قابل نفوذتر میکنه دو انمیا رو. خب برای ساخته خونه درست ما به دیوار یه چیزی که ازش بشه از اونجا خارج شد، مثل همین در یا همین مینی پله هایی که من گذاشتم، یه دونه صندلی و یه دونه ورکشاپ. حالا به جای ورکشاپ میتونید میز بذارید، ولی ترجیحاً ورکشاپ بذارید که کاربردی ترم هست، و یه دونه تورچ لامپ، هر چیزی که نور بده. بله، که اگه نگاه کنید الان تو تصویر برام از استیتمنت، که یعنی خونه شما درسته. اگه برای شما این نیامد دیگه باید برید ببینید چرا رو نیارید. خب بریم سراغ دومین بخش آپارتمان ریل آباد. خب یه دونه اینجا، جذابه، بسیار جذابه. راست. به به، لایک، کامنت و سابسکرایب چنل فراموش نشه. اگه هم حال کردید دیگه اون زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید. سپاس. خب تا اینجا کار که داره خوب پیش میره. شب هست ولی هنوز انمیا نیومد و خدا رو شکر ما شانس آوردیم که هیچ انمی در این مرزها نیست. به شدت خرشانس است. بله، چون با این وضعیتی که من دارم هر کی بیاد جلو میزنه منو پاره میکنه. طبقه جدید. بله، همونطور که مشاهده میکنید اولین دیمن آی ما سر رسید، که از این دیمن آی قوی تراست. یه کوچولو اسلایم و زامبی هم اومدن وسط. به به، مردم. چی از این بدتر؟ مردم تو پارت دوم زارد میمیرم، ولی خوبه که هاردکور نیست. انشالله یه روز سری هاردکور هم میریم. خب بریم جلو. کاش اینجا رو نمیبستم، بابا عجب گیری افتادی بابا. بکن. آها رفتم تو. خب بذار من سریع اینجا رو دورمو ببندم تا یه دیمنی چیز نیومده منو از 7 جهت سامونایی جر بگیرم. خب میریم ادامه. دارم
میشم. خیلی تاریک شب بازی. خب خوبه یه بلاک اختلاف داشت کلا. ببخشید. خب دوست عزیز، 170 تا ساختم. وایس اول حالا اینجا رو بذارم. سیستم گرافیکش رو بذار بچه یه دقیقه چک کنم. اوکی بود. روشنایی، لایت، فروغ. نه اونجا نذار. آفرین. خب اینا رو تبدیل میکنم 27 تا چوب. ناراضیم. خب دیگه تا همینجا بسه مجتمع مسکونیمون. حالا بعدا لول اپش میکنیم تا آسمون میبریمش دیگه. خب برو نگاش کن اون پایین وایساده. خب زرزر میکنی؟ سلام. شبیخون زدن. برو دلغک. خب دلغک کشون با موفقیت انجام شد. اینم آخریشون. بریم جلو. هپی 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 هپی. ولی با این وضعیت ما باید نات هپی باشیم. خداحافظ آقا غلام. آقا غلام رو تنها گذاشتیم. حیف. راهنمای ما در راه آقا غلامه. آقا غلام. عجب. خیلی مپ کوچیک واس کردم. سمت چپ مپ عمرن دارم. اونجا جهنم دره. اگه پارت 1 رو ندیدید برید ببینید اونجا چجوری خفتم کردن. خب فرار. فرار. نه 3 به تک کردن. این رسمش نیست. ولی من این ستاره همو بر میدارم. فاقد اهمیتی. آفتاب گردون. بگیر. نه مردم. 2 سکند دای. به الان 2 تایم مردم. خیلی ضعیفم. وای. ببین میخوام یه حرکتی بزنم. این حرکته. فکر میدونین ببین از اونجایی که من نمیخوام انویر و همه اینا رو بذارم تو خود این ساختمون، یه دونه حیات اینجا میسازم. اینا رو میذارم که بعدا در خانه آینده خودم اینا رو انتقال میدم. حالا شاید هم آینده در کار نباشه، همینجا بخوابیم. خب ببین دارن میان رو مخم ها. داری میرین رو مخم. الان میگیرم این در رو وا میکنم ها. بذاری تست کنم. با تبر که 1 2 تا میخورم به دست میخوره. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که اینجا رو بازش کنیم. وایسم. خب الله اکبر. خب اینم بعدی.
بچه بیا پایین بابا. این شما دوتا رو هم میزنم. شما رو هم زدم. به یه چی؟ همه رو میزنم بابا. قدرت از سر تا پای من نمیبارد. واقعا. تراریا. بمیر مرد. خب ماشاءالله. فردا بچه ها از تابستون یه دونه سری تراری خفن در راه ها. تابستون یه سری خفن استارت میکنیم چند نفره به مولا که مولا. بریم جلو. یادش بخیر. این گوداله یه جور میگم انگار 10 سال پیش بود، همین دیروز بود مثلا. خب قلب. نه وایسو در ببندم بابا. این غلام نمیفهمه. فانگمی داره. خدافظ غلام. غلام رهنما. واو. غلام رهنما یا غلام راهنما. داداش من کی باف بیلدر روم افتاده؟ 43 دقیقه بپر. میخوام ببینم بعد از اون. ببین یه بایام دیگه احتمالاً باشه. حس میکنم یا به جانگل میرسم اینو برم جلو یا به بایام یخی. صحرا که سمت چپه. بایام جنگلم که همین وسطه. اون جنگل با جنگل فرق داره. این جنگل یه نوع دیگه است، اونم یه نوع دیگه جنگله. بذارینم اینم بکن. سنگ قبر آرزوها اون پشت بود. خب تبریک میگم بچه ها. این سمت راستمونم میشه گفت بایام اسنو هستش. بله خب الان یه سوالی پیش میاد که آیا خب الان بایام کریمزون ماکوش و بایام جانگل کوش و تازه بازی اگه نمیدونستید 2 ساحل داره سمت راست و چپ. احتمالاً من مپم رو اسمال ساختم چون مدیوم و لارج خیلی دیگه طولانی هن. مثلا 10 دقیقه طول میکشه برسی آخر دنیات زیر زمین. میدونی این خیلی حسه ماینکرافت دوبادی داره واقعا. بازی خفنیه، فقط ماداش زیاد نیست. ماداش خیلی کمه. آپدیت سال به سالم آپدیت نمیده. خب بذار ببینیم اینجا چه خبره. بپرمیدونیم تو یه دونه قلبی پیدا کنم یه جونم رو بزنم 140 بشه خیلی خوبه. این بوشی ها رو بتره کنیم شاید یه چی خوب میدن دیگه. یه دینامیتی بدن انمی بود بزنیم اینجا بکشیم. بابا توپاز. الان با این توپازا میتونم یه دونه هوک بسازم اگه شانس بیارم 15 تا باشه. اگه شانس بیارم خدا کنه 15 تا باشه. نه یکیشون افتاد پایین ولی اون پایینه جا نگرانی نیست. مردم وای دارم آتیش میگیرم. واقعا. حیاتمون رو نگاه کن.
غلام مردم. میفهمی؟ ببین وقتش اولین چست خودم رو بنا کنم. هورا درست اچیومنت نمیگیرم ولی خب برای این اچیومنت کلا 10 تا اچیومنت دیگه مونده تا گیمو 100%. خیلی منطقیه. همینجوری راست را میرم. یه پوشن بیلدری به خودم زدم. نمیدونم من اگه پوشنی دیدید دست من بوده که استفاده شده حتما بگید. مردم و افکتم رفت. دردونفرین ببین میخوام برم تو غار اصلی این بازی. آره اکثر مپا هم یه همچین غاری دارن. همه مپا ندارن، بعضی هم مپا دارن. البته 90% 80%شون این غاره رو دارن که یا سمت راسته یا سمت چپه، جایی که کاراکترمون اسپام میشه. ببین رفتیم پایین به آب رسیدیم. سمت راست و چپ آب رو چک نکردیم. نوری هم میومد ولی خدا ما ول کردیم دیگه. مردیم یه در رفتیم بالا. خوب یادم نمیاد. اوناشم تو مپ یه نوری داره میاد. اگه دقت کنید سمت راست. بذارین اسلایمر رو بکن دیگه. چپ و ولش کن میریم راست. بذار اول بیام بالا. خب داره میاد بالا. ولش کن همینجوری میریم. خب باشه بد اینقدر بد نباش. ایزی. ببین لب بالاشو میرم که تو آب نگیرن خفتم کنن. آبم اونا که خفه نمیشن، ما خفه میشیم. ایشالله در آینده ما هم خفه نمیشیم. فقط اون آینده گمون کنم یه 10 پارت دیگه است. شاید هم 10 یا شاید هم کمتر شاید هم بیشتر. خدا داند. اگه تا اینجای ویدیو رو دیدی خیلی ممنون میشم اگه لایک کنی و نظرتو با ما به اشتراک بذاری. اگه هم با ویدیو حال نکردی ممنون میشم تو کامنت ها بهم بگی چرا حال نکردی تا بتونم در آینده بهتر کنم کیفیت کارمون. سپاسگزارم. خب بذار یه دونه دیرینیت بندازم حالم جا بیاد اینجا. وایسا بمیر وایسا. از اینا نه ریسکه بپرم تو آب. خیلی ریسکش بالاست. ببین دی اسپانیا نمیشه حالا. خب بهتره اینطوری برم جلو. خب اینجا رو وا میکنیم. شاید اسلایم داره بکمون میاد. ببین الان کاری سرتون میارم. از اینجا میشه زد. ماجی نمیخورن از اینجا. بهترین ایده دینامیت یا هم منظورم بمبا. ما که بمب زیاد داریم. بمیر. ناله کن. التماس کن به من.
بمیرین دیگه. اینا چرا نمیمیرن این دوتا؟ یکیتون رو میکشم. 20 کرتیکال. ببین تو هم کریتیکال بخوری تمومه. بمیر درقک. چقدر آیتم. کریمزون اور. شانس امروز در خونمونو زده. بریم یه ذره پایین تر. همینجا خوبه. پایین تر برم ممکنه خفه شم. خب 2 تا TNT کافیه یا همون بمب. نمیدونم چرا این میگم TNT. بمب. خب 11 تا کریمزون اور شد. خوبه بدک نی. توی نمیشه وایسا. خب یه دونه خونه هم اونجا هست با چستشا. واسه آب اینجا رو من خودی کنم. حالا بریم حالا اینجا. خب